به شما ای عزیزان دل و دیده من. اینک برنامه بی‌غرض‌پند باز در خدمت شماست. به نورش گرچه این خورشید خاور، فرا گیرد جهان را سراسر. نمی گردد ولیکن آن برابر، به این پرقوتی با مهر مادر. دوستان گرامی، امروز ما برنامه بی‌غرض‌پند را به مادران و عموماً به کلی زنها می بخشیم، زیرا هر زن روز به این نام بزرگ مشرف می شود و تناسباً او مادر است. می گویند که یکی از پادشاهان قدیمه ممالک اسیریه هنگام نظارت ملک خود زنی را دید که با دو کودکش زیر درخت نشستند و هر سه تلخ می گریند. این چه شرمندگی است که در ملک من مادران چنین تلخ گریه می کنند. از دل گذراند شاه و به اهل رکاب خویش فرمود که توقف نمایند. خود پیاده شد و با سرکردگان به نزد آن زن آمد. چرا تو گریه میکنی ای زن؟ پرسید پادشاه. زن سر برداشته در نزد خود پادشاه را دید و از جای خسته تعظیم به جا آورد و گفت: اگر من ملکه می بودم وظیفه خود را می دانستم و هرگز از تو چنین سوال نمی کردم. سرکردگان مخفیانه به زن با اشاره استهزا کردند که وی خاموش باشد، ولی شاه فرمود که زن سخنش را ادامه دهد و حقیقت را به او آشکار نماید. خود سری پا نشسته دست کودکان زن را به دست گرفت و گوش به سخنان او داد. پادشاه مقتدر و عالی قدر و عزیز من، گفت زن، شوهر من افسری بود که در ارتش بزرگ تو ادای خدمت میکرد و در جنگ هلاک گردید. ما اکنون سرابانی نداریم. طفلکانم یتیم ماندند و من نمیدانم که چطور آنها را خورانم و پوشانم. آخر وقتی که این کودکان به وایه میرسند باید جای پدر خود را پر کنند، در خدمت وطن باشند و آن را محافظت نمایند. چون شاه دید که این زن تا چه اندازه وطنش را دوست می دارد، از جای بلند شد و فرمان داد: به این زن هر قدری که می خواهد زمین بدهید و فرزندانش را از حساب دولت تأمین نمایید. و ندا کرد: شرف باد با آن مملکتی که چنین فرزندان و چنین مادران دارد. آنها که زمین مادران را چون مادر خود می شناسند، در هر قدم بر روی راهش جانبازی کنند و سر ببازند. و امروز و همه روز باید این گفته های آن پیران پرتدبیر ورد زبان هر انسان باشد و باید بگوید: حمد و ثنا باد به زن، به چشمه خشک نشونده حیات مظفر. سر فرود می آوریم به زن، مادر که نیروی یگانه که حتی مرگ نزد او سری تعظیم فرود می آورد. حمد و ثنا باد به زن، به مادر، به آنی که قدرت محبتش مرزها را می شکند. تمام زیبایی آدم و عالم از نور آفتاب و شیر مادر سرچشمه می گیرند. تعظیم می کنیم به زن، به مادر که هم موسی علیه السلام، هم حضرت عیسی، هم سرور کائنات محمد صلی الله علیه و سلم و کل پیغمبران فرزندان اویند. ارسطو فرزند اوست، هم فردوسی، هم سعدی شیرین سخن، هم عمر خیام که کلامش طبع شرامی زهرآمیخته دارد، هم اسکندر، بلکه تمام بزرگان همه فرزندان مادرند. از پستان او شیر خوردند و هنگامی که قد آنها از لاله بلندتر نبود، وی دست آنها را داشته به عالم روشن برآورده است و به راه نیک هدایت کرده است. دستش بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. یک حرف و دو حرف بر زبانش الفاظ نهاد و گفتن آموخت.
و هنگامی که زن تبسم می کند شاهان و امیران، لشکرکشان و سربازان و در برابر آن تمام طفلکان روی زمین تبسم می کنند، می خندند، زیرا همه می دانند و هیچ یکی از ما رد کردن نمی توانیم که ما همه فرزندان زن مادر هستیم و این گفته ها راست هستند و این سخن ها حقیقی اند. از مادران بپرسید، آنها به شما می گویند آره این حقیقت ابدی است، ما از مرگ زودتریم، ما هر روز به جهان خردمندان، شاعران و قهرمانان را تحفه می کنیم، ما در زمین تخم حیات می کاریم. مرد نزد رسول حق از والدین خود شکایت برد. وی گفت یا رسول الله، من شخصی هستم که نماز 5 وقتم را هیچگاه ترک نکردم، نفقه والدینم را می دهم، هرگاه دستم رسد به عیادتشان می روم، از حالشان آگاهم، از پوشاک و خوراکشان خبردار شده می استم، ولی آنها در همه جا از من بدگویی می کنند و مرا در نزد دوستان و رفیقانم سرخم و شرمنده می سازند. من با والدینم چطور رفتار نمایم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن جوان مرد چنین جواب گفتند: اگر به مثل والدینت تو را پاره کرده، گوشت تو را به 4 طرف دنیا هوا بدهد، این تنها جواب 1 ساعته مهنت آنها خواهد بود و باید هر فرزند، چی مرد و چی زن و عموما همه خلق دنیا، این سخنانی آن ابرمرد داغستانی رسول غمزتی سدسه را که نان و نمک ما تاجیکان را پاس می داشت، عاشق عرف و عادتهای ما، دسترخوانداری ما بود، هیچگاه از یاد نبراریم. وی می گوید این سخن بگذار باشد جاویدان و جاویدان، بگذرد پیوسته از بین هزاران سد و بند، بگذرد مانند تیر از سینه سنگین دلان، قدر آن داند همیشه هر جوانی هوشمند. این سخن هرگز نبود آلوده از مکر و فریب، اندران بنهفته هستی و حیاتی جاویدان. من دهن پر کرده گویم بر سپاسش راست است، این سخن مادر بود، مادر بود، مادر بدان. و هر یک انسانی که زنده است و نفس می کشد باید لحظه فراموش نکند که بهشت زیر قدم مادران است. باقی به همه عزیزان دل و دیده سربلندی و روز خوش و روزگار آباد آرزو دارم. شهد زندگی به کامتان. سلامت باشید.